سلام، امروز اومدیم خانه هوشمند شیائومی در ایران مال. خب اولین چیزی که من خیلی خوشم اومد این فلاسک کوچولو موچولو بود که هم برای کسایی که بچه دارن و شیر خشک استفاده میکنن خوبه، هم برای کسایی که قهوه میخورن. کمتر از چند دقیقه آبو براتون جوش میاره و سریع تحویلتون میده. این اسپرسو ساز شارژی شیائومی هم که فوق العاده است. خودم رنگ سفیدش رو دارم، قابل استفاده هم با پودر قهوه است و هم کپسولای نسپرسو. با شارژر ماشین شارژ میشه و 4 کاپ به شما قهوه میده. دیگه لازم نیست هر بار بری کارواش. یه جاروی کوچیک همیشه همراهت توی صندوق عقب با قدرت مکش بالا، طراحی سبک و باتری قابل شارژ. هر جایی که بخوای تمیز رو برمیگردونه به ماشینت. دیگه با قاشق هم زدن خداحافظی کن. این دو مدل شیکر شارژی شیائومی فقط با یه دکمه پروتئین تو، قهوه تو، هر چی بخوای برات قشنگ مخلوط میکنه، بدون سر و صدا و بدون دردسر. همیشه آماده، همیشه همراه، مخصوص ورزشکارا و کسایی که میخوان همه چی رو تازه و خوب میل کنن. ببینینو، این کوچولوی شیطون جارو رباتیک شیائومیه. خیلی راحت، بی صدا و باهوش. کافیه یه بار واسش برنامه بریزی، خودش خونه رو متر به متر میگرده و تمیز میکنه. فرش، پارکت، حتی زیر مبل، هیچ جا از دستش در نمیره. آخرش هم مثل آدم خودش برمیگرده به جاش، شارژ میشه و منتظر دستور بعدی میمونه. اگه حوصله جارو کردن نداری یا مثل من عاشق گجت های باحال هوشمندی، اینو باید داشته باشی.